گشتم، از یاد رو خط گشتم. بتخانه و بتخانه گرداند مرا چشمه، میخانه و میخانه گرداند مرا چشمه، میخانه و میخانه از یاد رو خط گشتم. نبود که تو را بینم، بنمای مه رویت ماهانه به ماهانه. هر شام و سحر امکان نبود که تو را بینم، بنمای مه رویت ماهانه به ماهانه، ماهانه به ماهانه از یاد رو خط گشتم، از یاد رو خط گشتم. بتخانه بتخانه گرداند مرا چشمه، میخانه به میخانه از یاد رو خط گشتم. هیچ است معاش من سالانه به سالانه، یک بیست دهان را عمریست که مزدورم. هیچ است معاش من سالانه به سالانه، سالانه به سالانه از یاد رو خط گشتم، از یاد رو خط گشتم. بتخانه و بتخانه گرداند مرا چشمه، میخانه و میخانه گرداند مرا چشمه، میخانه و میخانه از یاد رو خط گشتم.
بعضی وقتا داورها میگن اینقدر غرق یک اجرا میشون که یادشان میره همین دکمه رای سفیده بزنن. امروز من اتفاق برام افتاد. من میشه یک کسی بغل کشی کنید. برنامه قبل استاد جعفری در رفت آمد بودن اینجا. حتی قاسمی صاحب میگه یک چوکی میشه برای خود بان. دیگه این اولین بغل نصیب نبیل شد. یک چیزی میخواستم بگم، یک پارچه بود که یک مقدار لای گرفتن در این کار سخت بود. مثلا برای کسایی که با لایای ساده عادت دارن مثل گیده و دادره و لایای لیا. نبیل جان اسپاس خوب برآمد. به نحوی در هر برنامه ما رو غافلگیر میکنه دیگه. این کارش هم غافلگیری است. به افتخار نبیل یک بار دیگه. خب جین از قاسمی صاحب خواندی دیگه. از خود قاسمی صاحب هم بشنویم که چطور بود. در قدم اول خوب دیگه بگویم که آهنگ دیگه کمپوزیشن دیگه ایندی بود میره. فارسی کردیم. دیگه تصنیف ساختیم، تصنیف نساختیم، شعر اشقری بابا را که دیگه قالب خوانده بودیم. دیگه نبیل جان هم خوانده، زنده باشن. امر رقمی که جعفری صاحب گفت که از پس اهم گپا که دیگه نبیل جان نبره آستاییش یک کمه که دیگه صاحب زیاد کرده بود که از لای تو چیز میشد. مثال کجا بود که از یاد رخت گشتم ای رقم از یاد زیاد میشد. خیر دیگه آهنگ که دیگه بسیار خوب بود و ما برای عام آوازخوانه همونطور دیگه به حساب گفتیم میگم که هر آهنگ را که میخوانی یک آستایی یک انتره به رقم خود همین کسی که آهنگ خوانده بخوانین، بعد از باز یک آستایی یک انتره دیگه را باز هر زیبایی که دارین که دیگه خلاقیت خودتان نشان. بله حتی با نبیل جان گفتم که انتره اولا روش ساده بگو با دفعه دوم که دیگه چیزی که دارین که دیگه میشه که بگویی که در کل بسیار خوب بود. تشکر از شما و جناب آرش. خب من تو دیدم در این اجرا کیفم میکرد. و یک دیگه که دیگه ببخشید که به مفتخار نوازنده چیز بسیار مقبول کار کردن. بسیار زیبا. با خصوص خسار جان. دیگه پیسم نو گرفته بود خب یک مطلب بسیار مشهور است، میگه با خدادادگان ستیزه مکن که خدادادگان را خدا داده است. تو را خدا داده است. واقعا یک استعداد خدایی است دیگه. تو گرچه میگم گفتیم با تمام معنا یک آوازخوان بسیار خوب است. پشتو خواندی خوب خواندی، قولی خواندی خوب خواندی، محلی خواندی خوب خواندی، غزل خواندی خوب خواندی. یک از آرزوهایم است که یک روز در یک از بزمای غزل تو بخوانی و من تو قرار بشینم کیف کنم و لذت ببرم. تو این نزدیک ذهنتان درگیر قضاوت باشه نه؟ دقیقاً تو به سلامت باشی، آواز رسایت گیراتر باشه. قربانکت. خدا رو شکر میکنیم که چنین استعداد خارق العاده مثل خودت داره. تشکر. جناب جعفری هم با او اقلی که کردین دیگه کل نظرات مثبت است. البته به تایید گپی آرش صاحب که یک استعداد خدادادی است. همه بچه‌هایی که امشب شرکت کردن در مراحل 9 بهترین و قبلها شرکت کردن همه استعدادهای خدادادی هستند. خب بعضیا خب مقدار تجربه کسب میکنن و از تجربیات خود از سر سیر بهتر استفاده میکنن، پیش میان. بعضیا حالا بالاخره بنابر خیلی مشکلات دیگه نمیتونن، ولی همه اینا استعدادن. خب البته اشتباه چی نشه، تلقی نشه، خدای نخسته هیچ وقت هر کس به قول معروف هر گل بوی خدا داره. هر کس هر کدامشان استعداد منحصر به فرد خود دارن، به قدر کافی زیبا میخونن. خب نبیل من فکر کنم که تجربه بسیار زیاد داره. وقتی پشتربینی استاد میشه من ایجا احساس آرامش میکنم. میفهم که وقتی پشتربینی استاد است پردای ارمنی را لمس میکنه، بسیار با خود باور لمس میکنه. یکم میگن در پوست و گوشت خون آدم هست همون رقم. به خود باور. مثلا یک واژه را من دیدم که آدم به شکل اجرا بکنه که من دقیق گوش میکنم که کدام واژه را آدم درست اجرا نمیکنه. خب
هنر هست همین است، همین است هنر. بله تشکر از شما. جعفری صاحب چیز مانده یا نه؟ نه دیگه تمام شد. عالی عالی. و افتخار نبیل بفرمایید. عالی.